خب، سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من مجید زاهدیان هستم و به همراه جمع دیگر از دانشجویان دکترا تصمیم گرفتیم که از پژوهشگرای ایرانی دعوت کنیم که کار خودشون رو به ما معرفی کنن. امروز در خدمت آقای دکتر امیر یوسفی هستیم. یه معرفی کوتاهی از ایشون داشته باشم. حالا جدای از طلای المپیاد دانشجویی و دانشگاهی و نقره جهانی و این چیزایی که همه رو درو کردن، میخوام به جایزه اخیر ایشون اشاره کنم که جایزه فناوری نانو سوئیس رو برنده شدن و آره خلاصه خیلی خرسندیم که در خدمت ایشون باشیم و آره مشتاقیم. خب امیر جان میتونی شما شروع کنید. خیلی متشکرم. سلام عرض کنم خدمت همه عزیزان که حالا حاضر هستند الان و عزیزانی که بعداً ممکنه ضبط شده بحث امروز رو ببینن. ممنونم از ارگانایزر گرامی مجید جان که زحمت کشیدن و هماهنگ کردن و انشالله که امیدوارم لذت ببرید از بحثی که برام امروز بهتون ارائه میدم. قبل از اینکه شروع کنم فقط من این نکته هم بگم که شاید من سالها باشه بسیار تکنیکال تاک به فارسی ندادم، بنابراین سعی میکنم که حالا تا شد تا میتونیم همون فارسی رو ادامه بدیم، اگر نشد دیگه حالا مجبور میشم که سویش کنم که بحث بتونه ادامه پیدا کنه. امیدوارم که حالا قابل انجام بشه. خب وارد بحث اگه بخوایم بشیم، امروز من میخوام در مورد سوپر کانداکتینگ سیرکت اپتومکانیک براتون صحبت بکنم. حالا مدارهای ابررسانای اپتومکانیکی و به صورت خاص در مورد نسل جدیدی از این دیوایس ها که حالا در دوران پی اچ دی من دیولپ کردم میخوام صحبت کنم که به ما اجازه میده یه بخش بزرگی از فیزیک مربوط به این اینتراکشن اپتومکانیک رو اکسپلور کنیم و بتونیم حافظه های کوانتومی خیلی بلند مدت باش درست بکنیم، یا اینکه بتونیم حتی به توپولوژیکال فیزیکس فکر کنیم توی لاتیس های بسیار بزرگ. من هنوز دارم در لابراتوری آف فوتونیکس اند کوانتوم میجرمنت دانشگاه EPFL توی لوزان کار میکنم. با ادوایزرم پروفسور توبیاس کیپنبرگ هستن و تمام ریسرچی که میخوام بهتون امروز ارائه بدم هم دیولپ شده توی EPFL. اوکی. قبل از شروع بحث بذارید یه نگاهی بکنیم به اینکه مکانیک توی کوانتوم مکانیک چه رولی داشته تا الان، چه نقشه داشته. و وقتی با صحبت از کوانتوم مکانیکس میکنیم، با اینکه توش مکانیکس داره ولی معمولا مثال هایی که برای کوانتوم مکانیکس معمولا میاریم در طبیعت یا در آزمایش یا در سیر تاریخی دیولپمنت این فیلد بزرگ اگه نگاه بکنید، معمولا این مثال های الکترومغناطیسی هستن یا از فیزیک ذرات میان، یا از خدمت شما عرض شودش که مدارها میان، حالا سوپر کانداکتینگ سیرکت QED میان و فقط اخیراً شاید از 10 سال پیش یا 15 سال پیش بوده که واقعا مردم تونستن خود مکانیکال اوسیلیتورها به معنای واقعی یک رزوناتور سالید مکانیکی رو کوانتوم کنترل داشته باشن روش و بتونن این رو اپریت بکنن، با این بازی بکنن در سطوح انرژی پایینی که شما بتونید کوانتوم فنومنا رو اونجا مشاهده بکنید. و خب این یه سری تاریخی زیبایی داره. شاید
در ابتدا از سال 1900 و دهه 1980 شروع شد فکر کردن به اینکه اصلا لیمیت های کنترل یه مکانیکال اسیلیتور با نور توی رژیم کوانتومی چی هستش و دیگه سال 2010 اینها مردم شروع کردن درست کردن مکانیکال رزوناتورهایی با ابعاد مختلف که الان خیلی واید رنجی رو کاور میکنه. از پیکوگرم نانو مکانیکال اسیلیتور ها داریم، اپتو مکانیکال کریستال ها، تا مایکروگرم و حتی کیلوگرم اسکیل میرور ها که توی لایگو استفاده میشه توی گراویتیشنال ویو دیتکتور ها. و تو تمام این رنج بزرگ ما میتونیم کوانتوم کنترل داشته باشیم روی مکانیکال اسیلیتور. و اما این کوانتوم کنترل حالا سوای بحث فاندامنتال قضیه که خب کوانتوم مکانیکس، این مکانیکس سوای این بحث که خیلی فاندامنتاله و میپرسه که شما تا چه ابعادی میتونید هنوز کوانتوم فنومنا رو ببینید. در ابعاد فمتومتر میتونید ببینید، در ابعاد پیکومتر میتونید ببینید، میتونه نانومتر بشه، میتونه مایکرومتر بشه. در تا چه حدودی وزنی سیستم بزرگ بشه هنوز میتونه رفتارهای کوانتومی از خودش نشون بده. این بحث فاندامنتال که بذاریم کنار، در تکنولوژی هم به نظر میاد که مکانیکال اسیلیتورها میتونن خیلی نقش مهمی داشته باشن. همین الانش اگر نگاه بکنید توی تمام تلفن‌های همراهی که ما داریم نه یه دونه بلکه چندین دیوایس ممز هستش، مایکرو الکترومکانیکال سیستم، که اینها از فیلترهای مایکروویو برای آنتندهی موبایل و برای بحث مایکروویوش گرفته، اینا فیلترها بیستان اف بار رزوناتورها هستن، یعنی رزوناتورهای بالک آکوستیک ویو رزوناتورها هستن، تا سنسورها، تا خدمت شما عرض شد که جایروسکوپ ها. و همین الان در ابعاد بسیار بزرگ توی فاندری های بسیار بزرگ مکانیکال اسیلیتور هایی که با کوالیتی فاکتور های بالا هستن، ابعاد کوچیک، ابعاد مایکرومتر دارن تولید میشن و دارن به اسکیل خیلی بزرگ استفاده میشه توسط بشر. ولی اگر ما بتونیم کوانتوم کنترل داشته باشیم اوور مکانیکال رزوناتور، اون موقع میتونیم فکر کنیم به اینکه از این دیوایس ها برای کوانتوم سنسینگ استفاده بکنیم، برای به عنوان سنسورهای استفاده بکنیم beyond the classical limit، سنسورهایی که theoretically سنسیتیویتی بالاتری از مثلا شات نویز حد کلاسیکالی که سنسور میتونه داشته باشه یا پرسیژن نویز داشته باشن. میتونیم اینا رو انتنگل کنیم به هم دیگه، میتونیم اینا رو اسکویز کنیم، میتونیم از اینا به عنوان کوانتوم استوریج استفاده بکنیم، میتونیم اطلاعات کوانتومی رو تو اینها ذخیره بکنیم و به خاطر اینکه اینها الکترومغناطیسی نیستن بلکه مکانیکی هستن و اینتراکشنشون با انوایرمنت قابل کنترل، میتونه آلموست صفر بشه این اینتراکشن. خدمت شما عرض شودش که میتونن خیلی حافظه‌های خوبی باشن، میتونن تا مدت خیلی طولانی اطلاعات کوانتومی رو در خودشون ذخیره بکنن بدون اینکه بحث تلفات وارد بشه و اطلاعات از بین بره یا کوهرنسی از بین بره به عبارتی. و همچنین یکی از کاربردهای اصلیشون توی الکترو اپتیکال ترانسدیوسرز ها هستش، یعنی تبدیل کننده های پالس ها یا سیگنال ها یا اطلاعات انکود شده روی مایکروویو سیگنال به نور و برعکس. و این اکچولی خیلی خیلی کاربرد صنعتی بزرگی میتونه داشته باشه، بخاطر اینکه همونطور که الان نگاه میکنیم ما دو تا فیلد اصلی شاید برای کوانتوم کامپیوتینگ داشته باشیم، اکسپریمنتال کوانتوم کامپیوتینگ داشته باشیم که داره میرن جلو، حالا دو یا سه تا، یکیش بیستان سوپر کانداکتینگ سیرکتی که با مایکروویو سیگنال ها کار میکنن. خب این اسکیلبیلیتی بالایی داره، شاید کوهرنسیش خیلی بالا نباشه. و یه فیلد دیگه شاید هستش که روی انوی سنتر ها، روی ریدبرگ اتم ها، روی ترپت آیون ها، اینا همه اپتیکی هستن، یعنی با توی فرکانس های نوری هستن، ولی خب کوهرنسی های خیلی بالا دارن، شاید هنوز خیلی اسکیلبل نیستن و قابل کنترل نیستن.
برای اینکه این دوتا سیستم رو به هم متصل بکنیم، یه چیزی بتونیم در آینده شاید به عنوان کوانتوم اینترنت، یه پروپوزال خیلی معروف هستش از خدمت شما، شاید یک استاد خیلی برجسته دانشگاه کلتک، من اسمش هم یادم رفت. اگه بخوایم به کوانتوم اینترنت فکر کنیم، نیاز داریم به این ترانسدیوسر هاست. و این ترانسدیوسر ها نشون داده شده که بهترین و کم نویزترین ترانسدیوسری که شما میتونید درست کنید بیستان مکانیکال اسیلیتور. یعنی یک مکانیکال اسیلیتور با از یک سمت با نور و از سمت دیگر با سیگنال مایکروویو اینتراکت بکنه و بتونه تبدیل کنه این دوتا سیگنال رو به هم دیگه. همچنین میتونیم ازشون به عنوان دیوایس های نان رسیپروکال استفاده بکنیم که این آلردی نشون داده شده، یا اینکه میتونیم فکر کنیم به اینکه این دیوایس ها میتونن یه جورایی پروبی باشن برای ما که بتونیم کوانتوم گراویتیشنال افکت ها رو باش ببینیم، یا حتی توی دارک ماتر دیتکشن اینها میتونن کمک کنن. خب همونطور که گفتم شاید روش های متفاوتی حالا پیشنهاد شده باشه برای اینکه شما بتونید یه مکانیکال اسیلیتور رو توی کوانتوم رژیم کنترل کنید و یه جورایی بهترین یکی از بهترین روش هایی که میشه این کار باش انجام داد و تا حالا نشون داده شده کوانتوم اپتومکانیکس هستش. یعنی کنترل و اینتراکشن با یک مکانیکال اسیلیتور through electromagnetic cavities. و همونطور که اینجا میبینید من دو تا مثال معروفش رو براتون گذاشتم به صورت اسکماتیک. میتونید شما فکر کنید به یه فابریک پرو کویتی، یه کویتی اپتیکی که از دو تا آینه تشکیل شده و میتونید فکر کنید به این که خب طبیعتا یه مود نوری داخل این کویتی اپتیکی خواهید داشت. دو تا آینه دارید و خب نور، فوتون ها دارن بین این دو تا آینه باونس میکنن و یه سری رزونانس فابریک پرو داره، جنرال فیزیکس خیلی عادی که فکر میکنم همه میدونیم در موردش. حالا میتونید به این فکر کنید که یکی از این آینه های شما مکانیکلی کامپلاینت باشه، قابل متحرک باشه و شاید میتونید تصور کنید که مثلا یه مکانیکال رزوناتور باشه. در این صورت تغییر مکان این آینه اکچولی باعث میشه که طول کویتی شما یه مقداری عوض بشه و فرکانس کویتی شما عوض بشه. On the other side، فوتون هایی که توی کویتی دارن حرکت میکنن، اینها هر وقت که به این آینه برخورد میکنن و باونس میکنن برمیگردن عقب، یه مومنتومی منتقل میکنن به این آینه، یه نیرویی منتقل میکنن به این آینه و باعث میشن که این آینه بتونه حرکت کنه، یعنی این آینه مقدار جابجا میکنه. و ما به این میگیم radiation pressure، فشار radiation. و از اون طرف پس نور هم میتونه روی مکانیک اثر بگذاره. اگر همیلتونی این سیستم رو سعی کنید بنویسید، این همیلتونی این سیستم خیلی ساده است. h بار اومگای کویتی a دگر a که خب همیلتونی فابریک پرو کویتیتون هست. و از قضا اینجا ما یه ترم نانلینیر میبینیم که میشه -gx هست که x پوزیشن این آینتون هستش و این g به قول معروف میگه که شما به ازای تغییر پوزیشن آینه شما چقدر فرکانس کویتیتون رو عوض میکنید، پلاس h بار اومگا m بی دگر بی که این خب همیلتونیان مکانیکال رزوناتورتون هست و البته درایوینگ ترم ها که ما بهش کاری نداریم. همه چیز از این ترم نانلینیر ظاهر میشه. تمام این فیزیک زیبا توی اپتومکانیکس از این ترم نانلینیر ظاهر میشه که داره همیلتونیانه، یعنی به عبارت داره اپراتورهای الکترومگنتیک ویو داخل کویتیتون و A و A دگر رو اینا رو کاپل میکنه به چی؟ به پوزیشن این آینه، به X. و اکچولی شما میتونید این همیلتونیان رو خطی سازی بکنید و نشون بدید که وقتی شما این همیلتونیان خطی سازی کردید شما دسترسی دارید به اینتراکشن، به قول معروف بیم اسپلیتر همیلتونیان و تو مود اسکویزینگ همیلتونیان بین مکانیک و حالا اپتیکشون. من برمیگردم به این مثال دوم بعداً، ولی همین مثال اول اگه بخوام یه مقداری حالا
خیلی جنرال تر در موردش فکر کنیم، شما میتونید به پیدا کردن هایزنبرگ آنسرتینتی لیمیت توی اپتومکانیک فکر کنید. به چه معنا؟ به این معنا که خب اون مثالی که همیشه برای ما در توی تخته سیاه توی کلاس درس بهمون میزنن که اوکی هایزنبرگ آنسرتینتی لیمیت چجوری توضیح داده میشه و چه اتفاقی میفته در عمل، که اوکی اگه من یه ذره‌ای داشته باشم که بخوام مکان این ذره رو مژر بکنم، باید ببینمش، پس باید یه فوتونی بیاد به این بخوره و برگرده عقب و من اون فوتونه رو یه جوری مژر کنم و مثلا بگم مکان و سرعت این ذره چقدر بوده. ولی به خاطر این برخورد فوتونه به اون ذره، حالا دیگه ذره نه تو همون جای قبلیشه نه همون مومنتوم قبلیشو داره، بنابراین میجرمنت باعث شده که یک آنسرتینتی روی مکان و مومنتوم ظاهر بشه. خب این یه مثال خیلی کلاسیکیه که از هایزنبرگ آنسرتینتی رو برامون میزنن و خب ما میدونیم که در بک‌گراند فیزیکش اینه که اوکی کامیتیتورهای دوتا اپراتور اینا با هم جابجا نمیشن، کامیتیتورش نان زیروه و این این فاندیشن کوانتوم مکانیکس رو اینه دیگه. ولی در عمل به عنوان یک اکسپریمنتالیست توی آزمایشگاه شما هایزنبرگ آنسرتینتی رول رو یکی از بهترین جاهایی که میتونید ببینیدش تو همین کویتی اپتو مکانیک هست. میتونید به این فکر کنید که شما دارید پوزیشن یا مکان یا به عبارتی پوزیشن اسپکترال دنسیتی یک مکانیکال اسیلیتور رو میخواید مژر کنید با نور توی این فبر پروکاویتی که بهتون گفتم. طبیعتا هر چقدر نور بیشتری شما داخل چیزتون داشته باشید، داخل این فبر پروکاویتیتون داشته باشید، فوتون های بیشتری داشته باشید، سیگنالی که خروجیتون خواهد بودش سیگنال قوی تری خواهد بود. خاطر که شما همیشه یه چیز دارید به اسم شات نویز و این نویز بک‌گراند مجرمنت شما رو معلوم میکنه. اگه بخوایم خیلی مهندسی بهش فکر کنیم، سیگنال شما، سیگنال تو نویز شما، ریشیوی سیگنال تو نویز این بیشتر میشه هر چقدر شما فوتون های بیشتری داخل کویتیتون داشته باشید. ولی از اون بر هر چقدر فوتون بیشتری داخل کویتیتون داشته باشید، شما دارید فشار بیشتری، ریدیشن پرشر بیشتری به این مکانیکال اسیلیتور وارد میکنید و در نتیجه دارید آنسرتینتی بیشتری رو منتقل میکنید به پوزیشن این. دقیقا این یه جورایی نمود همین هایزنبرگ آنسرتینتی رول هستش توی اپتومکانیک که شما نمیتونید هیچ وقت با با پرسیژن بی‌نهایت مکان و مومنتوم یا به عبارتی اسپکترال دنسیتی یک مکانیکال اسیلیتور رو مژر کنید. همیشه یه لیمیت این تو وجود داره که حالا این لیمیت توی فیلد اپتومکانیک، البته اپتومکانیک معروفه به استاندارد کوانتوم لیمیت. شاید من خیلی وارد دیتیل نشم چون احتمالاً تاک کسایی که تاک میبینن به حال خیلی براد آدینس ما خواهیم داشتش، ولی به صورت کلی ما اون همیلتونیانی که بهتون توضیح دادم، همیلتونیان غیر خطی که اینجا این ترم کاپلینگ رو ما داشتیم، میتونیم با رفتن به یک دستگاه روتیتینگ فریمی که با درایو ما هستش، با اپتیکال درایو ما هستش، میتونیم این همیلتونیان ببریم تو این دستگاه و بعد میتونیم به عبارت یک اپراتور اختلالی تعریف کنیم براش به نام دلتا ای هست که این مقال معروف ما داریم تقریب میزنیم یا سیستم رو خطی سازی میکنیم حول یه استیت کوهیرنت آلفا و با این خطی کردن میتونیم به یه همیلتونین خطی شده برسیم که لینیرایز اینتراکشن همیلتونین همونه که اینجا میتونید ببینید که اوکی ما 4 تا ترم اساسی تو این همیلتونین داریم: دلتا A دگر B، دلتا A B دگر، دلتا A دگر B دگر، دلتا A B. این دو ترم آخر تو مود به اصطلاح تو مود اسکویزینگ همیلتونیان هم هستن و این دو ترم ابتدایی بیم اسپلیتر همیلتونیان. حالا اگه یه دقیق تر بهش نگاه کنیم میتونیم کل انرژی سیستممون رو، انرژی سیستم اپتومکانیکیمون رو به این صورت تعریف کنیم که شما یه تعدادی فونون توی مکانیکال اسیلیتورتون دارید و یه تعدادی فوتون توی کویتیتون. طبیعتاً فرکانس کویتی اپتیکی خیلی بیشتر از فرکانس مکانیک معمولا. خب
بنابراین میبینید که این اومگای کویتی اپتیکی نسبت به اومگای مکانیک خیلی بزرگتر هستش. حالا اگه انرژی کل سیستمتون رو به صورت این نمودار پله‌ای نشون بدید بر حسب تعداد فونون ها و تعداد فوتون ها، در اون صورت میشید به این فکر کنید که اوکی، من اگر یه پالسی یه سیگنال لیزری داشته باشم که فرکانس این سیگنال لیزر من باشه اومگای اپتیکم منفی اومگای مکانیکم در این حد، این میتونه اجازه بده به شما که با این اینتراکشن همیلتونیان این رزونانس میکنه و میتونید این همیلتونیان رو فعال بکنید و هاپینگ داشته باشید بین این استیتی که n، حالا اینجا مثلا فکر کنید که مثلا n و صفر و استیت n منهای 1 و 1، یعنی به عبارت این به شما اجازه میده که یه دونه فونون از مکانیکال اسیلیتورتون بکنید و یک فوتون آزاد بکنید روی فرکانس کویتیتون. خب به عبارت این متناسب هست با سایت بند اپتومکانیکال کولینگ، یعنی اگر شما کویتی اپتیکیتون رو با فرکانس اومگا کویتی منفی اومگا ام درایو بکنید، یعنی روی رد سایت بندش، روی سایت بندی که با فرکانس پایینتر هستش و مچ با فرکانس مکانیکتون، میتونید فونونا رو از سیستم بکشید بیرون از مکانیکتون و یه سری سایت اپتیکال سایت بند تولید بکنید و سرد کنید مکانیکتون رو. یعنی انرژیش رو بیارید پایین، حتی ببریدش تا کوانتوم گراوند استیت. برعکسش اگه یه لیزری داشته باشید یا حالا یه درایوی هرچی داشته باشید که این فرکانس اومگا کویتی به علاوه اومگا ام باشه، یعنی روی بلو ساید بند شما باشه این دفعه، خب در این صورت این آن رزونانس هست با ترم چی؟ با ترم تو مود اسکویزینگ همیلتونیان ای دگر بی دگر، یعنی به شما اجازه میده که شما همزمان یک فونون به مکانیکتون اضافه بکنید و یک اسکتر فوتون هم داشته باشید به عنوان سایت اپتومکانیکال سایت بندتون، یعنی دارید انرژی مکانیک رو زیاد میکنید. به عبارتی شما توی ترم دی امپلیفیکیشن توی رژیم آنتی دمپینگ هستین، یا به عبارتی پارامتریک اینستابیلیتی، شما دارید انرژی مکانیک رو زیاد میکنید، دارید مکانیک رو به سمت اینستابیلیتی سوقش میدید. پس دوتا ما هم میتونیم سردش کنیم هم گرمش کنیم با اپتومکانیکال اینتراکشن. و البته چیزای پیچیده‌تر هم هست به نام اپتومکانیکال ایندیوس ترانسپرنسی که چیزی شبیه به همون الکترومگنتیک ایندیوس ترانسپرنسی هستش که خیلی چیز معروفی هستش، که اینجا شما میتونید دو تا تون داشته باشید و با یک تون که on the red side band کویتیتون هستش میتونید کنترل کنید که کویتی اپتیکی شما ترانسپرنت باشه یا نه. یه جوری سوئیچ میتونید باش درست کنید، یه اپتیکال سوئیچ میتونید باش درست کنید. میتونید با ترانسپرنسی کویتیتون با یه پروب کنترل بازی کنید، یعنی اولا میشه یه جوری سوئیچینگ. خب حالا من از کوانتوم کورلیشن میگذرم، خیلی دیتیل هستش. الان میخوام برم سراغ پلتفرمی که خودم تو کار میکنم که یکی از پلتفرم هایی هستش برای ایمپلیمنت کردن اپتومکانیکال اینتراکشن. همونطور که بهتون گفتم اول براتون یه مثال نوری زدم در مورد فابریک پرو کویتی ها، ولی همزمان یه نفر میتونه فکر کنه به یه LC رزونیتور. به یه LC رزونیتور وقتی که کپاسیتور شما یه پارالپلیت کپاسیتور باشه، خازن سطح موازی باشه که یکی از این صفحه ها مکانیکلی کامپلاینت باشن، یکی از این صفحه ها بتونه حرکت بکنه. خب وقتی این صفحه حرکت میکنه طبیعتا میزان خازن شما یه ذره عوض میشه، بنابراین LC تون عوض میشه و بنابراین فرکانس رزونانس اون مداری که دارید عوض میشه. برعکس اگر شما یه مودی توی این مدار داشته باشید، یه الکتریک فیلد توی این کپاسیتنس وجود داره و این میتونه یه نیروی وارد کنه به این کپاسیتور و شما میتونید با پوزیشن این کپاسیتور بازی کنید. اگر همیلتونیان این سیستم رو بنویسید از قضا عیناً شبیه به همیلتونیان سیستم فابریک بود که بهتون معرفی کردم، عیناً اپتومکانیکال همیلتونیان، اما این دفعه چی؟ توی رژیم مایکروویو، چون اینجا در مورد مدار داریم صحبت میکنیم. فرکانس هایی که باش کار میکنن مردم فرکانس های مایکروویو هستش. اگر بخواید به مود دایاگرامش نگاه بکنید، شما یه مکانیکال اسیلیتور دارید با یه فرکانس خیلی پایین در حدود چند مگاهرتز، یه سیرکت دارید با فرکانس چند گیگاهرتز
که کاویتیتون هستش و اینا میتونن اپتومکانیکال اینتراکشن با هم داشته باشن و البته هر کدوم از این مودها با ترمال بس خودشون هم در ارتباط هستن و شما فقط میتونید اکسس داشته باشید به مکانیک از طریق مدارتون، یعنی میتونید با سیگنال های مایکروویو با این مدار صحبت بکنید. خب این پلتفرمیه که تقریبا توی 10 تا 15 سال گذشته خیلی ساکسسفول بوده. همونطور که میبینید ریسرچ گروپ های متفاوتی توی دنیا از نیست گرفته تا کلتک، EPFL، همین دانشگاه خودمون و آلتو و خیلی جای دیگه تلاش کردن که این سیستم ها رو بسازن. اینا همه اون خازن های مکانیکال کامپلینت خازن های هستن که من داشتم در موردش صحبت میکردم بود. و اکچولی تو این پلتفرم مردم تونستن نشون بدن که میتونن این مزوسکوپیک مکانیکال آبجکت ها رو، حالا مزوسکوپیک فارسیش واقعا نمیدونم چی میشه میان اسکیل یه همچین چیزی، یعنی اسکیل اینا در حدود چند ده مایکرون تا چند صد میکرونه، مایکرومتره. یعنی این حد که شما روی چیپ میتونید با چشتون این خازن رو ببینید. حالا البته خیلی دقت کنید ولی این خازن ها با چشم هم دیده میشن حتی. این آبجکت ها رو مردم تونستن تا کوانتوم گراند استیتشون سرد کنن از طریق اپتومکانیکال اینتراکشن. تونستن اینا رو استیتشون رو اسکویز بکنن، تونستن نان ریسیپروکال دیوایس ها با اینا درست کنن، تونستن این دو تا از اینا رو با همدیگه انتنگل کوانتومی بکنن، در هم تنیدگی کوانتومی. ولی هنوز خیلی چالش های زیادی تو این پلتفرم وجود داره و این چالش هایی هستش که این پلتفرم اسکیلبل و کنترلبل نیست. و دلیلی که این پلتفرم ها اسکیلبل کنترلبل خیلی دلیل مهندسی و تکنیکالی هستش. خب دلیلش اینه که شما این دیوایس ها رو موقعی که دارید میسازید، روش ساخت این دیوایس ها یه جوری هستش که به شما در نهایت یه درام هد، ما بهش میگیم درام هد رزوناتور، یعنی رزوناتور تبل وار، حالا همچین چیز تبلی. اون تبلی که داره قرار حرکت بکنه، یه تبل بزرگی که قرار حرکت کنه، شما روش بزنید و این حرکت بکنید، تبل صاف نیست، یه تبل کج و گله‌ایه و علت اینکه صاف نیستش ایندیوس میشه با فابریکیشن پروسس که نمیخوام وارد جزئیات فابریکیشن پروسسش بشم. و این باعث میشه که شما یه لیمیت اساسی داشته باشید توی کنترل این گپ سایز، کنترل گپ سایز ابتدایی بین کپاسیتورتون توی دماهای پایین، که این باعث میشه شما نتونید تعداد زیادی از این دیوایس ها رو کنار هم بسازید و انتظار داشته باشید همشون یه سری پروپرتیز های یکسان داشته باشن. و همچنین باعث میشه که کوالیتی فاکتور، مکانیکال کوالیتی فاکتور این دیوایس ها خیلی لیمیتد باشه، یا به عبارتی لاس یا تلفات مکانیکی تو این دیوایس ها خیلی بالا باشه. و خب هر کسی یه مقداری اوپن کوانتوم سیستم کار کرده باشه میدونه که تلفات یعنی از دست دادن کوانتوم انفورمیشن. یعنی شما سخت‌تر میتونید این سیستم رو توی کوانتوم رژیم اپریتش بکنید. خب یه پروپوزالی که ما داشتیم این بودش که اوکی بیاید روش درست کردن این، یعنی واقعا داریم در مورد نانو فابریکیشن صحبت میکنیم، در مورد نانو تکنولوژی پروسس صحبت میکنیم که ما اجازه میدیم دیوایس ها رو در عمل بسازیم. بیایم اینو عوض کنیم به یه روشی که به شما اجازه بده این تبلتون واقعا واسه یه تبل باشه. اگه یادتون باشه، حالا نمیدونم توی دسته هایی که توی آشورا راه میفته اینا تبلای گنده میارن توی تهران، حالا بیشترم بیرون توی بوم بوم میزنن بهش. خب شما تصور کنید تبله اگر کج و گله باشه، خب اصلا صدایی نمیتونه ازش تولید کنه، کوالیتی فاکتوری نداره، عملا صفر، کوالیتی فاکتورش خیلی پایینه. باید تبل خیلی تبل صافی باشه و همچنین باید بسیار کشیده باشه، به عبارتی مکانیکال استرس توش خیلی بالا باشه. باید استرسی که روی این لایه هستش هرچی بیشتر باشه، این کوالیتی فاکتور بالاتری بهتون میده. خب ما دقیقا می‌خوایم همین کار بکنیم. و این که بهتون میگم این اصلاح شاید 2 سال طول کشیده باشه تا این پروسه بتونه به نتیجه برسه. کار بسیار زیاده میخواد توی کلین روم، برای اینکه هر کدوم از این استپ های نانو فابریکیشن شما اپتیمایز بکنید و در نهایت روشی که انتخاب شده این هستش که شما با یک ویفر سیلیکون شروع بکنید و یک به عبارتی ترنچ یا ترنچ میشه چی؟ میشه حفره؟ نه، میشه حالا حفره یا هر چیزی، ترنچی تو این اچ بکنید و
لایه پایینی مدارتون رو که با سوپر کانداکتینگ متریال باید باشه که اینجا ما آلومینیوم استفاده میکنیم، داخل این ترنچ دیفاین بکنید و بعد یه سکریفیشیال لیر یا لایه قربانی شونده روش دیپازیت بکنید و این لایه رو بعد صاف بکنید، با پلانرایز بکنید با روش های کمیکال مکانیکال پالیشینگ و بعد این درام اصلیتون، این تبل اصلیتون رو اون بالا دیفاین بکنید و بعد این لایه قربانی شونده رو قربانی کنید و اچش کنید و از بین بره و به شما اجازه بده که این تبلتون ساسپندد باشه در نهایت، یعنی رهاش ریلیز بکنید این دیوایس. خب و این دیوایس رو وقتی در دماهای پایین اپریت بکنید، سردش بکنید، چون میخواین سوپر کانداکتور داشته باشید و مهمتر از اون میخواین کوانتوم نویز نداشته باشید توی سیستمتون، توی فرکانس های مایکروویو، این بسیار کشیده میشه به خاطر اینکه میتونید تصور کنید ترمال اکسپنشن ریت آلومینیوم خیلی به عنوان یک متال خیلی بیشتر از سیلیکون هستش، بنابراین در دمای پایینی خیلی کشیده میشه و دقیقا به شما یه تبل خیلی خیلی کوهیرنت و با کوالتی فاکتور بالا بهتون. اینجا نمونه های از این دیوایس که درست کردیم رو می‌بینید. حالا به شوخی به دوستانم، چون زمان کرونا بودش و اینا، میگفتم اسمشو گذاشتیم کرونا کپاسیتور، شبیه کرونا وایروس. بعضی هم گفتن شبیه شبیه آبکشه. حالا به هر حال هر اسمی دوست دارید بهش بذاری، این کرونا کپاسیتوری هست و بعد حالا ساسپند کپاسیتوری هستش که ما درست کردیم. میبینید که یه ترنچ خیلی خیلی شلو وجود داره و این روی این ترنچ اکچولی ساسپندد هستش. طبیعتا اینو ما اگر شانت کنیم با یه سلف اینداکتور میتونیم باهاش یه LC رزوناتور رو کنیم. این اینداکتورتونه و این کپاسیتورتون و شما یه رزوناتور مایکروویو حالا دارید. میتونید به کراس سکشن این موجود نگاه کنید و میبینید که چقدر این لایه صاف دیفاین شده در عمل و این گپ سایزمون یه چیز حدود 100 نانومتر تا 200 نانومتر بین لایه پایین و بالای کپاسیتور و 100 نانومتر با ابعاد حدود 100 مایکرون. پس یعنی اسپکت ریشیوی این دیوایس خیلی بالاست. شما میتونید تصور کنید که حالا نمیدونم در عمل اگه دو تا ورقه A4 فکر کنید اینا چقدر میتونن به هم نزدیک باشن، ولی اینا نباید با هم برخورد کنن ولی مدارتون نابود شد. پس خیلی مسائل تکنیکالی وجود داره و وقتی شما این دیوایس ها رو درست کردید اینا به شما اجازه میدن که طبیعتا میتونید مدار LC تون رو کوک کنید به ویو گایدی و میتونید بخونیدش و با این سیستمی که ما داریم میتونیم رزونانس های مایکروویو بین 4 تا 8 گیگاهرتز داشته باشیم و رزونانس های مکانیکالی شبیه به این که فاندامنتال مود مکانیکال رزوناتور ما هستش، این تبل ما هسته، در اوردر 1 تا 10 مگاهرتز میتونیم داشته باشیم و بعد میتونیم با اینتراکشن این دوتا با هم بازی کنیم. خب قبل از اینکه برم وارد اکسپریمنت اصلی بشم باید اینم بهتون اشاره کنم که تمام این دیوایس ها باید در دماهای کرایوژنیک و اولترا کولد تمپرچر، حالا البته تعریف های اولترا تو فیلد ها همیشه عوض میشه، یه زمانی اولترا کولد میشد 10 کلوین، یه موقعی بوده 1 کلوین، یه موقعی بوده 10 میلی کلوین، الان شده در حدود چند مایکرو کلوین و نانو کلوین. ولی به هر حال توی کرایوژنیک تمپرچر ما باید اینا رو اپریت کنیم و علت اصلیش اکچولی به خاطر این نیستش که اینا سوپر کانداکتور باید باشن. اگه سوپر کانداکتور نباشن بازم ما میتونیم باش، فقط لاسش زیاده. علت اصلیش این هستش که فرکانس مایکروویو ما در حدود چند گیگاهرتز است و اگر اشبار اومگا رو با KBT مقایسه بکنید، خب یه چیزی توی چت میکنم، توری بودن برای چیه؟ توری بودن برای اینه که اون فرایند ریلیز اینجا من صحبت کردم در موردش، بتونه اچنت شما وارد بشه، پنتریت کنه آندرنیس و این ساکریفیشال لیر شما رو ریموو کنه. صرفا علتش تکنیکال. این دیوایس ها باید در دماهایی در حدود 10 میلی کلوین اپریت کنن، زمانی که KBT بسیار کوچکتر از اچ بار اومگای شما که مایکروویو هستش باشه و شما مطمئن باشید که دیوایس شما مود مایکروویو شما توی کوانتوم گراوند استیت خودش. خب طبیعتا برای کسایی که اپتیک کار میکنن نیاز به این کار ندارن، بخاطر اینکه فرکانس های اپتیکی حدود 190 200 تراهرتز هست
و در دمای اتاق همیشه مود اپتیکی شما در حالت ایدال توی کوانتوم گراوند استیتش هست. ولی برای مدارهای مایکروویو همیشه باید ما توی این دماهای بسیار پایین کار کنیم که این دماها الان به صورت کامرشیالی اویلیبل هستن. شما میتونید این فریجا رو بخرید، بهش میگن دایلوشن فریج، و اینا تا حدود 10 میلی کلوین میتونن برای شما سرد کنن هر چیزی که دلتون بخواد، و میتونید دیوایستون رو ماونت کنید اینجا و تو این دما باش کار بکنید. خب برید بحث اول. حالا من البته باید ببینم که چقدر وقت باقی مونده. میخوام الان در مورد خاصیت به قول معروف این فابریکیشن پروسس که ما بهتون معرفی کردیم، گفتم که دو تا دلیل داشت. یکی اینکه به شما خیلی کوالیتی فاکتورهای بالا میده، یعنی لاس رو کم میکنه توی مکانیکال اسیلیتورتون، و دومی این هستش که بهتون اجازه میده اینا رو خیلی کنترل داشته باشید روشون و بتونید اینا رو خیلی شبیه به هم بسازید. اون قسمت اولی که بهتون اجازه میده اینا خیلی لاس کمی داشته باشن، من میخوام در موردش بحث کنم. اینجا یه میجرمنت خیلی ساده میبینید که رینگ داون مکانیکال اسیلیتور ما هستش. به عبارت اینجا ما داریم این درام هد کپاسیتور رو گرفتیم اپتومکانیکلی یه جوری که حالا همون از طریق پارامتریک استابیلیتی هستش. یه جوری من دارم اینو یه پالس میفرستم و باونس میکنمش، دارم میزنم به تبلم، و بعد دارم گوش میدم با یه سیگنال خیلی ضعیفی، یه پروب خیلی ضعیفی، دارم گوش میدم به صدای این رینگدان این تبله، میزنم بهش بم و به این رینگدانش گوش میدم. اینجا میبینید که یک تبل، حالا مایکرو تبلی که من اینجا درست کردم با 100 مایکرومتر عرض، یه چیز حدود 30 ثانیه طول میکشه تا این تخلیه کنه انرژیشو. و اگر شما برید روی این فیت کنید، اکچولی در میارید که دمپینگ ریت مکانیکال اسیلیتور شما 45 میلی هرتز هست، خب که معادله با 40 میلیون کوالیتی فاکتور. اگر اینو مقایسه کنید با تمام پرایور ورک هایی که از قبل بهتون نشون داده بودم که توی فیلد استفاده می شده با کانونشنال پروسس فلو، یه چیزی حدود 100 تا 1000 برابر ایمپروومنت الان داریم. یعنی ما تونستیم لاس این مکانیکال اسیلیتور رو 100 تا 1000 برابر کمتر بکنیم و کوالیتی فاکتورش رو بیشتر بکنیم. و این الان به ما میگه که اوکی، یعنی شما انرژی رو بیشتر زمان بیشتری و بیشتری میتونید انرژی سیو کنید توی مکانیکال اسیلیتور. حالا کانسیکوئنس های این چیه؟ اوکی، اینم مقایسه با پلتفرم های قبلی هستش. اینجا میبینید که چه ایمپروومنت ما هستش در مقابل پلتفرم های قبلی. مکانیکال کوالیتی فاکتور داریم مقایسه میکنیم. کانسیکوئنس این هستش که شما الان میتونید فکر کنید به همون اپتومکانیکال کولینگی که قبلا بهتون گفتم. میتونید فکر کنید به اینکه اوکی، من شروع میکنم فنون ها رو از سیستم کم میکنم و سعی میکنم این مکانیکال اسیلیتور من که هنوز در دمای 10 میلی کلوین یه چیز حدود 300 ترمال فنون داخلش هستش، یعنی هنوز گرمه رو سرد کنم ببرمش به کوانتوم گراوند استیتش. طبیعتاً برای اینکه خب من حالا وارد جزئیات چگونگی کالیبریشن اینهاش نمیشم، با یه چیزی به نام سایدمن اسیمتری، اپتومکانیکال سایدمن اسیمتری ما اینو کالیبریت میکنیم دما رو. و طبیعتا برای اینکه سیگنال ها رو بخونید نیاز دارید به داشتن امپلیفایر های بسیار کم نویزی که ما اینجا از جوزفسون ترافلینگ ویو پارامتریک امپلیفایر استفاده میکنیم که MIT لینکن لب برامون ساپلای کرده. اینا کوانتوم عدد نویزشون چیزی بوده 3 کوانتا پر هرتز سکند هستش. طبیعتا یه سری دیتیل هایی در مورد کالیبریشن این دیوایس ها هستش که حالا من واردش نمیشم. ما یه روش کالیبریشن جدید معرفی کردیم که به شما اجازه میده دقیقاً بتونید، چون ببین همه چیز اون چیزی که شما در نهایت میجر میکنید یه سیگنال مایکروویو هستش توی اسپکتروم آنالایزر. شما باید بتونید این سیگنال اسپکتروم آنالایزرتون رو که از کلی طبقه های گین و لاس رد شده کالیبره کنید و ببینید که در نهایت بک‌گراند این سیگنالتون معادل چند کوانت است. یعنی باید یه مایکروولتی که یا میلی ولتی که میجر میکنید رو ببرید به کل لول کوانتا. این کالیبریشن باید خیلی دقیقی باشه و این کالیبریشن رو ما انجام میدیم با استفاده از این سایدبند اسیمتری. و البته یه سری چالش های تکنیکالی هم وجود داره که ما اصلا بتونیم برسیم به کوانتوم
گراوند استیت که الان دیگه واردش نمیشم، خیلی تکنیکاله. و در نهایت چیزی که میبینیم این هستش که ما میتونیم با افزایش کوانتوم، با افزایش کوپراتیویتی این پامپ ردیتیونی که من بهتون توضیح دادم که قرار فونونا رو از سیستم بکشه بیرون و سرد کنه، هر چقدر پاور این پامپ رو ببرم بالا، این ماکرو وبتونه، پاور اینو ببرم بالا، فونونای بیشتر میتونم بکشم بیرون از سیستم. با افزایش این پاور میتونیم ببینیم که من دارم مکانیکال آکوپیشن مکانیکال اسیلیتورم به کوانتا که گفتم در دمای 10 میلی کلوین حدود 300 کوانتوس، اینقدر کم میکنم تا برسه به 1 کوانتا، کمتر میکنم کمتر میکنم تا بره زیر 1/10 کوانتا و در نهایت برسیم به 0.07 کوانتا آکوپیشن، اوریج آکوپیشن مکانیکال اسیلیتور، یا به عبارت 93% فیدلیتی توی گراوند استیتش. خب این خیلی اچیومنت بزرگی، این پایین ترین مکانیکال آکوپیشنیه که تا حالا درست مجر شده و رسیده توی یک مکانیکال اسیلیتور، خب یک ماکروسکوپیک مکانیکال اسیلیتور. این خودش یه رکورد محسوب میشه برای خود، شما تونستین تبله رو انقدر سردش کنید. و اما بعد ما میتونیم با استفاده از یه روش هایی به نام اپتومکانیکال امپلیفیکیشن یا به عبارتی همون بلودیتیون پامپینگ که قبلا بهتون گفتم که شما رو میبره به سمت اپتومکانیکال اینستابیلیتی، میتونیم از خود اپتومکانیکال سیستم استفاده بکنیم به عنوان یک امپلیفایر که کوانتوم استیت این مکانیک رو امپلیفای بکنیم، خب، و مجرش بکنیم و بتونیم در نهایت کوادرچر دیستریبیوشن پلات رو در بیاریم. یعنی به عبارت این میشه یه جورایی ویو پکت مکانیک شما، میتونیم اینو دقیقاً مجر بکنیم. خب و حالا این در مورد کالیبریشنش که نیاز داره کالیبره بشه که باز این روش جدید کالیبریشن معرفی کردیم. و اون چیزی که جذاب بشه برای شما این هستش که حالا ما میتونیم یه پالس بفرستیم، یه پالس رد بفرستیم که مترادف با اپتومکانیکال کولینگ. دیوایس هم میتونم سردش بکنم ببرمش توی کوانتوم گراوند استیت، بعد میتونم صبر بکنم برای زمانی، همه چی رو خاموش میکنم برای زمانی صبر میکنم، اِوولوشن تایم. بعد از اون زمان دیوایس هم اندازه‌گیری میکنم. خب و به این ترتیب من میتونم دیکوهیرنس این دیوایس یا اِوولوشن تایم اِوولوشن این دیوایس رو از کوانتوم استیت گراوند استیتش به ترمال استیتش دقیقاً مجر بکنم. یعنی میتونم ببینم این وی پکت من اول خیلی جمع و جورش شروع میکنه باز شدن. و از قضا اگه نگاه بکنید این فرایند در طی 10 ثانیه اتفاق میفته. یعنی من الان دارم یک کوانتوم فنومنایی میبینم over 10 سکند برای یه آبجکت مکانیکال آبجکت بزرگ. این در مورد یک اتم نیست، در مورد یک آیون نیست که شما میتونید شاید ساعت ها، شاید 1 ساعت حتی مثلا تیوان داشته باشید داخلش. این در مورد یه آبجکت بسیار بزرگه توی پلتفرم سوپر کانداکتینگ سیرکت. و اگر اکچولی شما بیاید فیت بکنید و در بیارید مقدار تیوان رو، که تیوان میشه مدت میانگین زمانی که شما 1 کوانتا نویز اضافه میکنید به سیستمتون، این یه چیز حدود 7.7 میلی سکنده. و اگر آشنا باشید شما با فیلد سیرکت کیویدی، کیوبیت های سوپر کانداکتینگ کیوبیت ها، میدونید که تیوان توی سوپر کانداکتینگ کیوبیت ها بهترینش، که از قضا بهترینش هم اخیرا خودمون تو گروه خودمون نشون دادیم، یه چیزی حدود، حالا بهترینش که اکستریمش حدود 400 مایکروسکنده، یعنی 0.4 میلی سکنده. و اون چیزی که کانونشنال توی فیلد مردم استفاده میکنن یه چیزی حدود 100 مایکروسکنده. یعنی ما الان داریم یک مکانیکال اسیلیتوری داریم که تیوانش یا این لایف تایمش شاید حدود 50 برابر بهتر از کانونشنال کیوبیت باشه که توی دنیا وجود داره. و این میتونه پتانسیالی دیوایس ما رو به عنوان یک کاندیدیت خیلی خوب برای کوانتوم استوریج یا کوانتوم مموری اپلیکیشن قرار بده. یعنی میتونه بگه که اوکی شما حالا که دیکوهرنس انقدر پایین دارین تو سیستمتون یا لایف تایم خیلی بالایی دارید، میتونید حالا کوانتوم اینفورمیشن رو ذخیره کنید تو این دیوایس و ازش به عنوان یه حافظه کوانتومی استفاده بکنید. اوکی. بخش بعدی در مورد اسکویز استیت که حالا من شاید اصلا دیگه در مورد دیتیل اینکه اسکویز استیت آف لایت چیه صحبت نکنم، صرفا بهتون بگم که ما میدونیم اوکی هایزنبرگ کانسرت دی رول، من اگر یک ویو پکتی داشته باشم
میدونم که باید دلتا x تایمز دلتا p، حالا در مورد یه مکانیکال اسیلیتور در مورد نور یا در مورد الکترومگنتیک سیگنال میشه دوتا کوادرچرش. واریانس این دوتا کوادرچر ضرب در هم هیچ وقت نمیتونه کمتر از بار تقسیم بر 4 بشه، لیمیت هایزنبرگ. اما میتونه شما به این فکر کنید که یکی از کوادرچرها رو خیلی اسکویز بکنید، خب طبیعتا اون یکی خیلی زیاد میشه، آنتی اسکویز میشه. این هنوز استیتی ولیده از لحاظ کوانتوم مکانیکس. اوکی. و این استیت ها خیلی کاربرد دارن توی کوانتوم سنسینگ. حتی توی لایگو الان عملا دارن از اسکویز لایت استفاده میکنن برای اینکه سنسیتیویتی لایگو رو افزایش بدن. اینکه چجوری این اسکویز استیت درست میشه، اپتومکانیکی رو من حالا ازش میگذرم، چجوری درست میشه میخوام بهتون نشون بدم. این هستش ما تونستیم این مکانیکال اسیلیتورمون رو، این تبل واقعیمون که با چش دیده میشه رو ببریم تو ایتس کوانتوم اسکویزد استیت، جایی که یکی از کوادرچرهاش حدود 3 dB کمتر از وکیوم فلاکچویشن لول، کمتر از کوانتوم نویزه، و اون یکی خب طبیعتا آنتی اسکویز شده. و میتونیم دوباره به تایم اِوولوشن این اسکویزد استیت برای اولین بار نگاه کنیم توی مکانیکال اسیلیتور، و با این نگاه کردن به این تایم اِوولوشن میتونیم نشون بدیم تا 2 میلی سکند هنوز کوانتومنس تو این دیوایس حفظ میشه، هنوز یکی از کوادرچرها بیلو وکیوم فلاکچویشن هست و میتونیم دیفیزینگ این دیوایس ها در بیاریم. خب بخش بعدی تا که من خیلی سعی میکنم سریع برم، البته خب یه مقدار تکنیکال تر هم هستش در مورد اسکیل اپ کردن این لتیسه. حالا که تونستیم یک دونه اپتومکانیکال سیستم رو با این کیفیت خوبی درست کنیم، چرا چند تا نه؟ چرا اینا رو اسکیل اپ نکنیم و به هم کوپلشون نکنیم تا یه لتیس ازشون درست کنیم؟ خب مردم خیلی فکر کردن در مورد اینکه بسیار افکت های جالبی میتونه دیده بشه توی اری ها و لتیس های اپتومکانیکال، از کوانتوم منی بادی داینامیکس، توپولوژیکال فیزز، کوئنچ داینامیک، اندرسون لوکالیزیشن، کالکتیو داینامیک، اینا همه میتونه دیده بشه توی که از قضا من فکر میکنم که آقای رئیسی الان فرست آثر این مقاله الان توی شریف استاد هستن اگر اشتباه نکنم، یا آی پی ام حالا. پس این برای تئوریست های آرزوی خیلی بزرگی بوده که اوکی ما بیایم مالتی مود اپتومکانیکال سیستم ها رو توی لتیس ها درست بکنیم. خب ما الان میتونیم، حالا که این دیوایس انقدر کنترل خوبی روش داریم، میتونیم فکر کنیم به اینکه بیایم این دیوایس رو چند تا بکنیم و اینا رو به هم وصل بکنیم، یعنی این بیلدینگ بلاک های اپتومکانیکالمون رو به هم متصل بکنیم و باهاش یه اری درست کنیم یا یه لتیس دو بعدی درست بکنیم. حالا خب اینجا وارد این بحث میشیم که اوکی ما میتونیم همیلتونیان این سیستم رو دایگونالایز بکنیم. وقتی دایگونالایز بکنیم یه سری درست استیت خواهیم داشت، یه سری کالکتیو مایکروویو استیت خواهیم داشت و اپتومکانیکال اینتراکشن بین هر کدوم از مکانیکال اسیلیتورامون و این کالکتیو استیت حالا درست میشه، حالا مودیفاید میشه با مود شیپ این استیت. وارد جزئیاتش نمیشم. ما تصمیم گرفتیم SSH چین یا سو شیفر هیگر مدل به عنوان یک بیسیک ترین مدل توپولوژیکالی که مردم میشناسن رو ایمپلیمنت کنیم توی اپتومکانیکال اریمون. خب این یه مدل توپولوژیکال هست به این معنا که شما میاید یه اری درست میکنید از این بیلدینگ بلاک ها، ولی شروع میکنید کاپلینگ بین این سایت ها رو یک به یک عوض میکنید. alternating coupling J and J prime J and J prime و این alternating coupling به شما اجازه میده که این بند استراکچر سیستمتون رو، یعنی انرژی بند استراکچرتون رو اسپلیت بکنید. دو تا بند خواهید داشت، حالا یه بند upper pass band lower pass band و در حالتی که J over J پریم کوچکتر از یک باشه شما دو تا استیت توپولوژیکال خواهید داشت که اینا لوکالایزدن فقط توی دو تا اج سیستمتون، یعنی اینا استیت عادی نیستن، توپولوژیکالن، لوکالایزدن on two edges. و این میتونه با توپولوژیکال فیزیکس توضیح داده بشه با یه پارامتر به نام زک فیز که حالا واردش نمیشه. در عمل ما این دیوایس رو ساختیم. اینجا میتونید ببینید یک آرایه 10 تایی از این اپتومکانیکال بیلدینگ بلاک ها که ما اومدیم موچوال اینداکتنس بین این اسپایرال اینداکتورها رو آلترنیت کردیم، عوض کردیم با تغییر مکانیشون و طراحیش کردیم توی توپولوژیکال فیز.
دقیقاً بتونید آپر پس بند، لاور پس بند و این دوتا توپولوژیکال اج استیت رو این وسط ببینید و میتونید مکانیکال اسیلیتورامون هم دقیقاً مژر کنیم با استفاده از مکانیکال ایندیوس ترانسفرنسی که قبلا بهتون معرفی کردم. یعنی من هم میتونم فرکانس های مایکروویو هم دقیقاً بدونم چی ان، هم میتونم فرکانس های مکانیک هم بدونم دقیقاً چی ان تو این سیستم. و خب تا اینجا چیز جالبیه. اوکی، مردم اینو قبلا توی اتم‌ها نشون دادن، توی سیرکت عادی میتونید نشون بدین، خب خیلی چیز طبیعیه. اوکی. مسئله اینه که این یه کاربرد خیلی خوبی میتونه داشته باشه و اون کاربرد مود شیپ میجرمنت هستش توی سوپر کانداکتینگ سیرکت ها. شما وقتی یه سوپر کانداکتینگ سیرکت لارج اسکیل داشته باشید، خب طبیعتا یه سری کالکتیو مود یا یه سری مودای خیلی کامپلکس تو این سیرکتتون دارید. فرکانسش رو همیشه میتونید مجر کنید، ولی اینکه دقیقاً دیستریبیوشن این مود شیپ توی سیرکتتون چیه، مود شیپتون چیه دقیقاً، این بسیار کار چالنجینگیه توی فیلد سوپر کانداکتینگ سیرکت. تنها کاری که مردم تا الان تونستن بکنن آیدر این هستش که از این اسکنینگ دیفکت پروبا استفاده کنن، یا به عبارتی از این یه پروبیو اسکن بکنن، سویپ بکنن روی سیرکتشون و میدان الکتریکی رو مژر بکنن و سعی کنن بازسازی کنن، ریکانستراکت بکنن مود شیپ رو با این، یا اینکه یه لیزری بتابونن روش رو یه پرتوربیشنی توی سیستم وارد کنن، یه جوری اینطوری به صورت غیر مستقیم مود شیپ رو ریکانستراکت کنن، یا اینکه اینا رو کاپل کنن با سوپر کانداکتینگ کیوبیت ها. ولی ما نشون دادیم برای اولین بار که اپتومکانیکال سیستم ها میتونن عمل بکنن از an intrinsic probe، به عنوان یه پروب ذاتی عمل بکنن برای اینکه شما مود شیپتون رو مژر بکنید. و این based on optomechanical interaction هستش، based on the optomechanical damping effect هستش. به عبارت شما میتونید از اون مکانیکال اسیلیتوراتون به عنوان یه وسیله آزمایش استفاده بکنید، ببینید چقدر کاپلینگ این مکانیکال اسیلیتور با اون مود شیپتون هستش و مود شیپتون رو مژر بکنید با استفاده از اینها. وقتی ما این کار رو انجام بدیم اکچولی میتونیم نشون بدیم که خب الان من وارد جزئیاتش نشدم، میتونید به پیپر مراجعه کنید برای جزئیاتش. میتونید نشون بدید که شما میتونید تمام این 10 تا مود شیپی که توی این استراکچری که من بهتون قبلا نشون دادم رو مژر بکنید. اینجا تئوری و مژرمنت رو میبینید کاملا با هم میخونن. 4 تا مود توی لاور پس بند، هایر پس بند و 2 تا مود توپولوژیکال ما داریم که دقیقاً لوکالایز هستن on the two edges. علاوه بر این، اون چیزی که جالبتر هست این هستش که حالا ما تمام فرکانس های سیستم رو داریم، یا به عبارت آیگن ولیو های همیلتونیانمون رو داریم، به علاوه تمام مود شیپ های سیستم، یا به عبارت آیگن وکتورام. حالا که تمام آیگن ولیو و آیگن وکتورا رو دارم، میتونم همیلتونیانم رو بازسازی کنم از اول. یعنی میتونم همیلتونیانم رو ریکانستراکت کنم، فولی ریکانستراکت کنم همیلتونیانم. و این خیلی چیز جالبیه. این برای اولین باری که تا حالا انجام شده که شما همیلتونیان یه سیستم رو مژر میکنید، دقیقاً مژرش میکنید، نه تنها اون المنت هایی که میخوایدش که المنت آلترنیتینگ فرست نیرست نیبر کاپلینگ، بلکه سیکند نیرست نیبر کاپلینگ، ترد نیرست نیبر کاپلینگ، تمام دیزوردر توی سیستمتون رو دقیقاً دایرکتلی مژر میکنید. و این خیلی چیز جذابی هست و به شما میگه که اکچولی مژرمنت یا دیزوردر توی سیستم شما صدای من رو دارید الان؟ مجرمنت توی سیستم دیزوردر توی سیستم شما کمتر از 0.5% اکچولی. خب شاید توی این 5 دقیقه آخر من به آخرین چیز جالب اشاره بکنم که در مورد استرین گرافن مدل هسته. حالا که ما نشون دادیم که این سیستم ما ریپرودوسیبل هست، میتونیم باش یه آرایه درست کنیم، چیز جالب میتونیم توش ببینیم، میتونیم مود شیپش رو مژر کنیم، همیلتونیانش رو مژر کنیم. حالا بیایم واقعا ازش استفاده کنیم برای اینکه یه افکت خیلی جالب رو ببینیم. و اون افکت actually localized استیت ها هستن توی گرافن لاتیس ها. اگر به این شما یک گرافن لاتیس رو تصور بکنید، خب یه هانیکام لاتیسی هستش که در حالت عادی تئوریتیکلی به بی‌نهایت رفته. میتونید به این فکر کنید که بگیرید بکشید این لاتیس رو از یه سمت. اگر این لایه گرافن از یه سمت بکشید، این باعث میشه که یه ذره آلترنیت بشه این کاپلینگ های شما تو این لاتیس، و حتی میتونید نشون بدید که از یه جایی به بعد دیراکونتون رو شما میتونید از بین ببرید، این دیراکونتون این لاتیس رو، و اصلا دو تا و حالت ماده رو، فیز ماده رو عوض کنید از سمی متال
به یه اینسولیتینگ فیس. و مردم سالها قبل نشون دادن که اکچولی شما اگه گرافن لتیس رو بگیرید ببرید، خب که در عمل توی آزمایشگاه ما همیشه یک گرافن لتیس محدود فاینایت داریم، روی اج های خاصی، روی لبه های خاصی از این لتیس شما یه لوکالایزد استیت هایی میبینید. این لوکالایزد استیت ها رو مردم تلاش کردن به صورت اکسپریمنتالی روی واقعا 2D متریال های واقعی ببینن، ولی خیلی کار سختیه، به خاطر اینکه کار کردن با 2D متریال ها خیلی چالنجینگه. من تلاش کردن با تی ام و اینجور چیزها یه جورایی بتونن لوکالایزد استیت ها رو ببینن و وجودشون رو واقعا نشون بدن اکسپریمنتالی، ولی بسیار کار سختیه. حالا ما یه انجینیربل سیستمی داریم که میتونیم طراحیش کنیم و استرین گرافن مدل یه جوری مدل بکنیم با استفاده از الکترومکانیکال سیستم. این چیزی که اینجا شما میبینی یه 24 سایت string graph flake هستش with alternating coupling، با یه کاپلینگ های alternating بین دوتا اکسیس مختلف لتیسی که شما اینجا دارید. و خب طبیعتا داره گرافن رو سیمولیت میکنه و شما میتونید بند استراکچر این سیستم رو بخونید و با روش هایی که قبلا بهتون گفتم دقیقا میتونید مود شیپ های این سیستم رو مژر کنید. یعنی دقیقا میتونید بالک مودهای این سیستم رو مژر کنید به علاوه این اج استیت ها که بهتون اشاره کردم. و این اولین باری که این اج استیت ها اکچولی توی همچین سیستم انجینیربل بزرگی به این دقت مژر میشن. و همونطور که بهتون گفتم همیلتونیان این سیستم رو میتونید مژر کنید و دقیقا میتونید نشون بدید که با دیزاین همیلتونیان بسیار نزدیکن به هم دیگه، اون همیلتونی که شما از تئوری انتظار دارید. و خب شاید من این تیکر رو دراپ بکنم که چرا ما این اج استیت ها رو داریم. این از توپولوژیکال فیزیکس میاد، به خاطر اینکه زک فیز ما یه جایی میتونه غیر صفر باشه. از این من بهتر از اینا بگذرم، حالا خیلی دیگه دیتیل میشه. در نهایت ما میتونیم نشون بدیم که اوکی این لوکالایزد اج استیت هایی که ما اکچولی میجر میکنیم اینا دقیقاً توضیح داده میشن با توپولوژیکال فیزیکس توی استرینگ گرافن مدل. و خب این خیلی چیز جالبیه، نشون میده که پلتفرم ما میتونه عملا به عنوان یک استیمولیتور کاندنس ماتر مدلز استفاده بشه. یعنی مردم میتونن به مدل های کاندنس ماتر بسیار پیچیده تری که شاید تو طبیعت اصلا واقعا وجود نداشته باشه یا سخت باشه پیدا کردنش توی 2D متریالا فکر کنن و واقعا با سیرکت های ما بسازنش و سیم فیزیکس رو اونجا ببینن و حتی فیزیک جدیدتری. و با ابزاری که ما در اختیارشون میذاریم که مود مجرمنت هستش میتونن دقیقاً این سیستم رو به عبارت همیلتونیان میتونن مجر کنن. وقتی همیلتونیان داشته باشید یعنی کل سیستمتون رو شما میشناسید. اگر من یه 3 دقیقه دیگه بگید من میتونم 3 تا اسلاید دیگه هم دارم که تمامش کنم مشکل نداشته باشه. و اون در مورد آوتلوک هستش. حالا خب دیگه چی؟ دیگه چی کارم میشه با این دیوایس؟ یکی از کارهایی که ما الان داریم کار میکنیم، دوست عزیزم مهدی چگینی زاده توی آزمایشگاه خودمون داره روی این پروژه کار میکنه، دیولپ میکنه. دیدن کوانتوم کالکتیو داینامیکس هستش توی چین های اپتومکانیکال، جایی که ما شروع میکنیم به سینکرونایز کردن این مکانیکال اسیلاتورها با هم دیگه و یکی از مودهای کالکتیو سینکرونایز سیستم رو میتونیم تا گراوند استیتش کول کنیم در حالی که همه مودهای دیگه گرم هستن، یا به عبارت میتونیم دیستریبیوتد کوانتوم کورلیشن داشته باشیم توی سیستم. خب این خیلی چیز جالبی هستش و هم داریم روش کار میکنیم. یکی دیگهش که خیلی مهم هستش این هستش که ما الان میتونیم فکر کنیم به کاپل کردن این سوپر کانداکتینگ کپاسیتورها با جوزفسون جانکشن با کیوبیت، سوپر کانداکتینگ کیوبیت. و اگر این کاپلینگ اتفاق بیفته که اکچولی ما داریم دیوایس ها رو همین الان میسازیم و روش کار میکنیم، میتونیم در نهایت به این فکر کنیم که اوکی من یک استیت نان کلاسیکال استیت، یه استیت کوانتومی توی کیوبیت هم درست میکنم. خب این خودش فیلد جداست، همه میدونن که سوپر کانداکتینگ کیوبیت خیلی فیلد ساکسسفولی بوده، مردم تقریبا میتونن آربیتراری کوانتوم استیت رو بسازن توش. و میتونیم ما حالا این کوانتوم استیت رو منتقل کنیم به مکانیک و دقیقاً اون ایده استفاده از این مکانیکال اسیلیتورها به عنوان یک استورج المنت رو اینجا استفاده کنیم ازش. و اکچولی نشون داده شده که این فیدلیتی این ترانسفر هم خیلی بالا میتونه باشه.
پس اینم در مورد به قول معروف کوانتوم استوریج. و همچنین آن د فاندامنتال ساید هم میتونیم یه جورایی شبیه به ترپت آیون سیستم ها رو ما اینجا درست کنیم با کابل کردن این به تو لول سیستم. اینجا یه چیز کوچولو هم باز نشون بدم. این البته ریزالت اصلی، حالا منم البته هستم توی کارشون، ولی ریزالت اصلی همکارم هستش شینگو کونو، که یه جورایی ما رکورد فیلد رو جابجا کردیم توی تیوان کیوبیت ها. الان ما یه کیوبیت عادی داریم، یعنی بیستان آلومینیوم جوزفسون جانکشن با پد های نایوبیوم که 450 مایکروسکند این لایف تایمش هست. استیل از مکانیک ما خیلی پایین تره، ولی برای فیلد خیلی چیز مهمی که به این کیفیت شما بتونید یک کیوبیت سوپر کاندکتینگ کیوبیت درست کنید. یکی از کاربردهای دیگهش میتونه همونطور که اشاره کردم یه تست باشه برای کوانتوم گراویتی. اکچولی این دوتا پیپر رو اگر برید مطالعه کنید میبینید که خیلی جالبه. ما یه فیلد خیلی بزرگی داریم که به نام کوانتوم کلاپس مدلز، یعنی در مورد این صحبت میکنن که شما کی اثرات جنرال ریلیتیویتی باعث میشه که مدل های کوانتومی شما کلاپس کنن یا دایورج کنن از اون چیزی که انتظار داشتید. حالا در مورد اپتومکانیک اگه فکر کنید، شما میتونید به این فکر کنید که اوکی این درام هد یا کپاسیتور شما یا حالا هر چی رزوناتور رو شما فکر کنید شما اینو پریپیرش کردید توی حالت توی خدمت شما عرض شدش که فارسی شدم رفتش توی چی میگم بهش یادم رفتش توی سوپرپوزیشن استیت چی میشه فارسیش؟ برهم نهی. مهم نیست. نه در هم تنیگی نیست. انتنگلمنت سوپرپوزیشن چیز دیگه. برهم نهی. برهم نهی فرق داره با انتنگلمنت. به هر حال توی سوپرپوزیشن استیت برهم نهی نمیدونم، حالا به هر حال بله توی حالت برهم نهی ها سوپرپوزیشن استیت شما فکر کنید اینو پریپیرش کردید، یعنی که این مکان کنسولاتور شما یا توی پوزیشن پایینه یا توی پوزیشن بالاست. خب اگه بتونید شما دیکامپوزیشن این ویو پکت رو انقدر زیاد بکنید خب که وقتی اسیلاتورتون اینجاست بتونه اثر به خاطر مس به خاطر جرم اون یکی حالت کوانتومیش که توی حالت پایینه یه تایم اِوولوشن متفاوتی رو حس کنه به خاطر جنرال ریلیتیویتی، این یه کانفیوژن یا به عبارت یه امبیگویتی توی تعریف زمان به وجود میاره. خب و این امبیگویتی توی تعریف زمان مردم نشون دادن که میتونه منتهی بشه به یه دیکوهیرنس، یه فرایند کوانتوم دیکوهیرنس، یعنی میتونه ویو پکت شما رو سریعا دیکوهیرنس توش ایندیوس بکنه و این قابل مژر کردن هست. حالا تئوریتی به نظر قابل مژر کردن هست. اکچولی اون چیزی که داریم صحبت میکنیم در مورد مکان واقعیش نیست. به این میگن پنروز دویزی تست. در مورد دیکامپوز کردن به پکت هسته های اتم هستش که متریالتون. خب یه چیزی در مورد فمتومتر که اکچولی به نظر میاد که ما میتونیم اینو انجام بدیم. اگر نگاه بکنید حالا به این ریویویی که من اینجا پایین گذاشتم با تو گروه گری استیل هستش، اگه نگاه بکنید میبینید که اومدن بررسی کردن تمام اپتومکانیکال پلتفرم های مختلف و دیدن اوکی این زمان کوهیرنس گراویتیشنال دیکوهیرنس شما و زمان کوهیرنسی که توی اون دیوایس دارید، کوانتوم کوهیرنسی که اون دیوایس دارید، اینا رو با هم مقایسه کردن و طبیعتاً پلتفرم اکسپریمنتال پلتفرمی میتونه این پدیده رو نشون بده که کوانتوم کوهیرنس توش به مراتب بیشتر از گراویتیشنال ایندیوس دیکوهیرنس باشه. یعنی شما به اندازه کافی بتونید اطلاعات کوانتومی اون تو سیو بکنید که بتونید این افکت گراویتیشن کوانتوم گراویتی رو ببینید. خب سیستم ما اکچولی به نظر میاد که یکی از بهترین کاندیدیت ها میتونه باشه برای این، به خاطر اینکه ما دیکوهیرنسی که داریم تو سیستم در اردر 10 میلی سکنده و انتظاری که داریم از این کوانتوم گراویتیشنال افکت اینه که بعد از 1 میلی سکند اتفاق بیفته. یعنی ما به زمان کافی خواهیم داشت تا بتونیم اینو ببینیم توی سیستم. اینا باز یکی از ایده‌ای هستش که خیلی جذابه اگه بتونیم دنبال کنیم در آینده. و در نهایت هم ما داریم الان کلابوریت میکنیم با
گروهی توی نیل اینستیتوت توی فرانسه که این دیوایس ها رو سردتر بکنیم، ببریمشون توی دماهای بیلو 1 میلی کلوین، حدود 500 مایکرو کلوین، و اونجاها اکچولی انتظار داریم که هم کوالیتی فاکتور این دیوایس رو بره بالاتر و هم به خاطر اینکه دما کمتره لایف تایممون بیشتر خواهد شد و یه چیزی انتظار داریم در حدود حالا 1/10 تا 1 ثانیه حتی در بهترین حالت ما کوانتوم دیکوهرنس ببینیم تو این دیوایس، یعنی تا 1 ثانیه بتونیم اطلاعات کوانتومی رو همچین چیز بزرگی که از بیلیونز آف اتمز تشکیل شده رو ببینیم. این خیلی چیز جالبیه. در نهایت میخوام از شما تشکر کنم، وقت گذاشتید و باعث افتخار من بودش که باهاتون صحبت کنم امروز و ریسرچ هم باهاتون شیر کنم. و همچنین دوست دارم تشکر کنم از ادوایزرم پروفسور توبیاس کیپنبرگ و همچنین همکارانم توی ساب گروپ سیرکت لابراتوری آف فوتونیکس اند کوانتوم میجرمنت. گروه ما خب خیلی بزرگتر هستش، همکار و ساب گروپ خودمون هستن توی سیرکت. و حالا به خصوص مهدی چکینی زاده دوست عزیزم که الان دارن روی خیلی چیزای جذابی کار میکنن توی گروه، و همچنین از فاندینگ ایجنسی همون که کمکمون کردن که لحاظ مالی این کار رو میتونیم انجام بدیم. خیلی ممنون. خیلی ممنون امیر جان، جدا سلامت باشی. خیلی نتایج فوق‌العاده‌ای بود، خیلی لذت بردم از ارائه. سلامت باشی. واقعا خیلی خوب بود. نتایج کارم آدمو تحت تاثیر قرار میده. حالا من یه چند تایی سوال دارم، ولی خب بقیه دوستان میخواین اگه کسی سوال داره میتونه بپرسه خودش رو. آره منم حالا یه تعدادی سوال یادداشت کردم، بفرمایید. اگر که کسی دیگه ای نیست حالا من میتونم شروع کنم. اه، من اولا که منم خیلی واقعا لذت بردم از این تاک، خیلی واقعا هم خودت اسلایدها خیلی خوب بودن و هم خوب محتوا خیلی عالی بود. اه، من اون قسمتی که گفتی اندازه‌گیری مستقیم داری انجام میدی هامیلتونی سیستمت رو توی اون بحث لتیس، من متوجه نشدم چطوری مستقیما اندازه‌گیری انجام میدی. خب آره این دقیقا دیتیل بود که توضیحش هم ندادم حقیقتا. ها نگفتی، اوکی من فکر کردم که نه دیتیلش توضیح ندادم که تو انجام میشه. ببینید نکته این هستش که شما وقتی یه مکانیکال اسیلیتور داشته باشید توی سیستم اپتومکانیکی و این سیستم اپتومکانیکیتون فکر کنید یه ماکرو کویتی دارید، این کویتی رو اگر آن the red side بر پامپش بکنید، این دمپینگ مکانیکال اسیلیتورتون رو بیشتر میکنه. یعنی رفت و برگ مثل یه چیز شبیه لیزر کولینگ. لیزر کولینگ خب چیز معروفیه فکر کنم میدونید دیگه، داپلر افکت لیزر کولینگ. خب ما اینجا داریم اپتومکانیکال کولینگ، یعنی داریم دمپینگ ریت این مکانیکال اسیلیتور رو بیشتر و بیشتر میکنیم. خب حالا با اندازه گرفتن این دمپینگ ریت که کار ساده ایه، من یه بامپ میزنم، حالا اینو باز اپتومکانیکی یه ایمپکتی وارد میکنم به این مکانیکال اسیلیتور و رینگدانش رو مژر میکنم. خب هر چقدر من توان این پامپ رو ببرم بالاتر، این سریعتر و سریعتر رینگدان اتفاق میفته و من میتونم دمپینگ ریت سیستم رو مژر بکنم. با مژر کردن این دمپینگ ریت میتونید نشون بدید که این دمپینگ ریت اکچولی متناسبه با مود شیپتون. مود شیپ اینجا ایتا کی آی هستش، همون درست استیتتونه، یا به عبارتی درست کاپلینگتون، کاپلینگ مودیفاید شدهتون. یعنی با اندازه گرفتن این دمپینگ ریت شما میتونید این مود شیپ رو که یه جوری دیکود شد انکد شده توی این دمپینگ ریت اینو دیکود کنید. خب این اگه برای تمام مکانیکال تمام تبلای توی سیستمتون این کار رو انجام بدید، در عمل تمام این کوفیشنت ها رو دارید و میتونید بذاریدشون کنار هم، نرمالایزشون کنید و مود شیپتون رو به دست بیارید. وقتی مود شیپ رو داشته باشید اوکی، مود شیپ ها چی ان؟ مود شیپ ها آیگن وکتورهای همیلتونیان من هستن. فرکانس ها چی ان؟ فرکانس ها آیگن ولیو های همیلتونیان من هستن. وقتی این دو تا رو داشته باشم، وقتی من تمام آیگن وکتورها آیگن ولیو های سیستم رو داشته باشم، یعنی عملا خودم دنیامو دارم دیگه. یعنی به عبارت شما میتونید ماتریس آیگن ولیو ها، حالا دگرش رو ضرب کنید در ماتریس دایگونالایز شده آیگن ولیو ها و دوباره ضرب کنید در ماتریس آیگن وکتورها و این همینطوری هست. درسته، خیلی عالی. حالا یه مسئله دیگه ای هم که من داشتم
شما چرا راجع به یه سری تسک های در واقع کوانتوم سیمولیشن طور صحبت میکردی توی اون قسمت شبکه اینها و خب ما هم کار کوانتوم سیمولیشن در واقع غالبا من داشتم فکر میکردم که این جی و جی پرایمی که شما مطرح کردی که در واقع این کاپلینگ بین در واقع همسایه ها هست، این سیستم های کوانتومی که در همسایگی هم این رو شما تغییر نمیتونی بدی، درسته؟ یعنی یه چیزیه که فیکس میکنی با دیزاینت، درست میگم یا؟ دقیقاً. جی و جی پرایم ها توی این سیستم تغییر نمیکنن، با دیزاین فیکسن. ولی اگر شما بخواید کوانتوم سیمولیشن با این سیستم انجام بدید، چیزی که تغییر میتونید بدید و خیلی راحت تغییر دادنش، حالا کجا برم اینجا، اپتومکانیکال کاپلینگ ها به مکانیک هستن. این اپتومکانیکال کاپلینگ ها متناسبن با تعداد اینتراکویتی فوتون نامبری که شما تو این کویتی دارید. این زیبایی در مورد اپتومکانیک، یعنی اپتومکانیکال کاپلینگ که شما میتونه اینهانس بشه با داشتن فوتون های بیشتر توی کویتی. خب بنابراین اگر یه لطیف شما درست کنید، اصلا بگید تمام جی جی پرایم ها مساوی باشن با هم. خب ولی شما این بودها رو بتونید با فوتون نامبر های متفاوتی پامپ کنید، عملا دارید کاپلینگ بین مکانیک و حالا باس اصلیتون میتونیم بهش به عنوان یه باس ویوگاید فکر کنیم، به عنوان مایکروویو ها. کاپلینگ مکانیک و اون لتیس مایکروویوتون رو اربیتراری عوض بکنید و این دقیقا همون چیزیه که من دارم تو مدچک مجرمنت نشون میدم. اینجا دارم نشون میدم که من با عوض کردن این در اصل کاپلینگ ریت هست، یه جورایی اون کاپلینگ ریت هست. دارم با عوض کردن این اندازه پامپ هم دارم کاپلینگ ریت رو کم و زیاد میکنم به سیستم. پس چرا قابل تغییره، ولی on the mechanical side نه microwave side. یعنی پس حالا اون شیوهی که این پیاده میشه ایجوالی میتونید در واقع بین هر دو همسایه این رو دقیقاً یا عبارتی، حالا به اینا دیگه حالا شاید مقداری چیز باشه اینا دیگه، البته حالا حالت نمیدونم حالا ایده چقدر ایده طوری که من میتونم الان اینجا بگم اگه قرار پابلیک لایبرری باشه، ولی آره میشه به این فکر کردش که کوانتوم یه کوانتوم استیت شما روی یک درام هد اینجا درست بکنید و با بازی کردن با این کاپلینگ ها هر جوری که دلتون میخواد پروپاگیتش بکنید تو این لتیس. و به خاطر اینکه لایف تایم مکانیکا خیلی بالاست نسبت به پالس سایکل شما، این خیلی این کار انجام دادن این کار خیلی راحته. شما میتونید صدها پریود پالس بفرستید و اینا جابجا کنید، پروپاگیت کنید و ببینید و انجینیر کنید که اینا چجوری دوباره با هم اینترفیر بکنن یا هر چیزی. خیلی عالی. بعد یه چیز دیگه، من این تیوانایی که داشتید مطرح میکردید حدود مثلا چند میلی ثانیه بود، یه عدد چند ده ثانیه داشتیم اولش، من فراموش کردم چی بود اون عدده الان. اوکی. خب ببین خیلی چیز جالبه بود. ببین ما الان یه تو لول سیستم نداریم. شما اگه یه تو لول سیستم داشته باشید، این یه رزوناتوره. اوکی، این یه هارمونیک رزوناتوره. تفاوت ذاتی هارمونیک رزوناتور و تو لول سیستم چیه؟ این هستش که یک هارمونیک رزوناتور یک دمپینگ ریس داره و بسته به اینکه توی چه دمایی شما اوپن کوانتوم سیستمتون رو اگه بخواید فکر کنید بهش، تو چه دمایی هارمونیک رزوناتورتون کاپلده به یه ترمال بس، خب ترمال دیکوهیرنس ریت این تفاوت میکنه. به عبارتی بله 10 ثانیه طول میکشه یا چندین ثانیه طول میکشه تا از گراوند استیتش بره به ترمال استیت، ولی مثلا اینکه ترمال استیت ما برخلاف یه طول سیستم فقط 0 و 1 نیست، 0 و 200 فونون. خب شما برای اینکه ترمال دیکوهرنس ریت، اون چیزی که برای کوانتوم اینفورمیشن مهمه، در بیاری، باید برید به این بخش خیلی ابتدایی این پلات، اون جایی که از گراوند استیتش داره حرکت میکنه و اونجا یه خط فیت بکنی و اونجا ببینید که اوکی این خط اکچولی متناسب با ترمال دیکوهرنس که مساویه با n ترمال تایمز گاما m تایمز لاس ریت مکانیکتون. بنابراین ما لاس ریت مکانیک n ترمال بیشتره، برای همینم گفتم اگر دما رو بیاریم پایین‌تر حتی میتونیم اینو خیلی بیشتر بکنیم. فرقش با یک کیوبیت یا تو لول سیستم این هست.
مهم. خیلی عالیه، ممنونم. سوال خیلی خوبی هم پرسید. خب اگه حالا کسی سوال نداره من میتونم چند تا سوال داشتم که یه جورایی بهش اشاره هم شد. اولین سوال این بود که شما گفتی آقا ما میخوایم از این نوسانگر هماهنگ مکانیکی به عنوان حافظه نوسانگر. کوانتومی استفاده کنیم، درسته؟ خب حالا من میتونم حافظه کوانتومی رو بیشتر به چشم یک اتم دو ترازه یا یک سامانه دو ترازه بهش نگاه کنم و شما این نوسانگر هماهنگی که داری در حقیقت ما باید بریم تو حالت پوشیده یا درست استیت بهش نگاه کنیم و اینجا ما خیلی زیاد حالت داریم و خب این یه پیچیدگی اضافی داره به ما اضافه میکنه و حالا میخواستم بدونم چطوری داره به این سیستم فکر میشه که به عنوان حافظه استفاده بشه و حتی اونجایی که مثلا شما در مورد حالتهای مرزی توپولوژیکی صحبت میکردید من متوجه نشدم که اینا رو مثلا شما چون اون سیستم شما چیز دیگه چطوری اندازه گیری میکردی. و حالا سوال بعدی هم در مورد این بود که شما در حقیقت داری یک سکویی برای شبیه سازی کوانتومی ارائه میدی و این سیستم تا چه حد قابلیت مهندسی داره و خب مثلا حالا یه کمی هم اشاره کردی ولی اگه مثلا در مورد چشم اندازها هم بگی خوب میشه. و یه صحبت دیگه هم که داشتم این که خب الان شما دارید توی رژیم مایکروویو کار میکنید، درسته؟ و اینجا این دسترسی رو دارید که به کیوبیت های مدارهای ابررسانایی باهاشون کوپل بشید، جفت بشید. اون اول صحبت ها اشاره کردیم که آقا ما میتونیم اینا رو با اپتیک هم داشته باشیم، درسته، با نور داشته باشیم و خب این اون مزیت رو داره که شما میتونید جفت بشید به سیستم های دیگه نظیر مرکز رنگ ها، درسته؟ حالا آیا میشه همچین دستگاه هایی ساخت؟ چون تا جایی که من میدونم حسگری کوانتومی که لایگو انجام میده با با نور هست. بسامد های نوری است، بله. بله. آیا میشه همین در حقیقت چیزی که شما ساختی رو اونجا هم پیاده سازی کرد؟ حالا این سه تا سوالم امیدوارم که یادت نره ولی اینا بود سوال. خب نمیدونم، فقط این اینترنت کانکشن من یه مقداری مشکل داره با شما. آخر حرفتون نفهمیدم، ولی الان فکر کنم 5 تا سوال پرسیدی. سه تا شد آقا ولی به نظر نه، من من سه تا 5 تا شد. 5 تا شد. خب خب سوال 1 و 4 رو من وصل میکنم. یکی این که شما پرسیدی که اه، رابطه سیستم شما که یک هارمونیک رزوناتوره با یک تو لول سیستم چیه. خب خیلی سوال قشنگیه. ببینید این هارمونیک رزوناتور رو شما اگر خب به یه تو لول سیستم کوپل بکنی، خب نگه هارمونیک سیستم به یه تو لول سیستم کوپل بکنی، اکچولی میتونید با میتونید شما مثلا توی کیوبیتتون خب فاک استیت درست بکنید. میتونید استیت صفر درست کنید، استیت یک درست میکنید، استیت و توی کیوبیتتون میتونید خدمت شما از شادش که یه استیت کوانتومی درست کنید. این وقتی این کاپل بشه یا منتقل بشه حالا به مکانیک شما، این تبدیل میشه به یه انکودینگی روی فاگ استیت. یعنی شما میتونید استیت صفر داشته باشید، یک داشته باشید، سوپرپوزیشن صفر و یک داشته باشید، سوپرپوزیشن صفر و یک و دو داشته باشید. خب اکچولی اگر به یه پیپر نگاه کنید، پیپر 2015، اگر ببخشید ولی این که 2017 گفتی و من شک نیچر. دارم، ببخشید این که گفتی الان مثلا من یه حالت فوتون داشته باشم و یک اتمی که چند تا تراز داره یا مثلا نوسانگر هماهنگ، من شک دارم که شما بتونید مثلا یه پایپالس درست درمون داشته باشی که مثلا از حالت صفر بری به یک یا از صفر بری به دو، چون همیشه شما چیز دیگه، یعنی حالتهای بالایی هم اشغال میکنه، یعنی هیچ تا جایی که درست ادم میاد هیچ حالتی وجود نداره که شما دقیقاً صفر و یک رو اشغال کنی، همیشه اشغال های بالاتر رو شما هم آره خواهی درست داشت. میگی. کاری که باید اینجا انجام داد و انجام میدن این هستش که این کاپلینگ بین این دوتا خب مدییتد هستش با یه مایکروویو کویتی. خب یعنی شما یه مایکروویو کویتی اینجا دارید
استیتی که توی کیوبیتتون به وجود میارید منتقل میشه به ماکرو کویتی، یعنی میشه یه فاک استیت توی ماکرو کویتی. خب و بعد با اپلای اونم یه اون هارمونیک رزونیتوره. خب بعد با اپلای کردن یه پالسی که متناسب بستش با اپتومکانیکال کاپلینگ میتونید سواب کنید استیت بین مکانیک و مایکروویو. این اتفاقی که داره میفته اکچولی این انجام شده، یعنی این چیز جدید نیستش. اگر من نخواستم بهتون بگم، اگر برید به پیپر 2017 نیچر فیزیک از کنراد لنرد، اسمش هستش فیسفول کانورژن فکر میکنم با این شروع میشه. اونجا دقیقا نشون دادن حتی نگاتیویتی هم توی ویگنر فانکشن مکانیک نشون دادن که مجر کرد. مکانیک رو کاپل کردن با کیوبیت و سوپرپوزیشن استیت درست کردن، خدمت شما عرض شدش که منتقل کردن به مکانیک و سعی کردن ویگنر فانکشن رو مجر بکنن. من حالا اینجا من دوباره یه فکر سوال میکنم که جدید پیپر برام اونجا پیش اومد. داشته باشم، باید ببینم کجا ده. میگم الان که شما اومدی هی این شیوه بگو. نامه رو داری طولانی تر میکنی دیگه. حالا چیزی که مهمه اینه که درسته شما آره زمان افتت زیاده، حالا این شیوه نامه حالا دروازه های کوانتومی هم داره طولانی تر میشه. آره، چقدر سریع شما میتونی این اینو انجام بدی؟ شیوه نامه چی میشه؟ شیوه پروتکل. نامه پروتکل. منظورتون اینه که شما مثلا من میخوام پایپالس گیت بزنم. فیدلیتی رو در مورد فیدلیتی گیت صحبت میکنی؟ نه، حالا در مورد اون صحبت نمیکنه، ولی دارم میگم که شما باید زمان عملیاتتون اپریشن تایم باید خیلی کوچکتر از زمان افت باشه. حالا شما میخوای برای طبیعتا بله خب بله بله بله. مثلا هر دفعه که میخوای پایپالس بزنی میگی من میخوام اینو جفتش کنم با یه دونه کاواکه. خب این طولانی میشه دیگه. یعنی میگم کاواک فارسی نیست. آها، حالا آیا فارسی. عملیاتی هست یا نیست؟ فکر حالا نمیدونم چقدر عملیاتی آه، هست. ببینید اپتومکانیکال اینتراکشن ریت هایی که ما داریم، خب باز من برگردم به این سیستمی که اینجا کجا بودش رو داریم. خیلی سوال خوبی پرسیدی، یعنی سوال بسیار تخصصی خوبی پرسیدی. سوال بسیار زیبایی پرسیدی. من همونطور که بهت گفتم لایف تایمی که اینجا داشتیم در مورد چند میلی سکند هستش، درسته؟ خب ولی در مورد اپتومکانیکال اینتراکشن ریت من به شما هم نامبری ریپورت نگم. اپتومکانیکال اینتراکشن ریت بین مکانیکی مود مکانیکی که توی سیستم داریم و یه مود مایکروویوی که توی سیستم میتونیم داشته باشیم، مثلا بین این مود مکانیک و یه مود مایکروویو، خب این میتونه کاویتی اینهانس بشه، یعنی بسته به این داره که شما چقدر فوتون توی ماکرو کاویتیتون دارید. و ما به ریت های اخیرا ما یعنی رسیدن به ریت حدود 100 کیلوهرتز تا 1 مگاهرتز چیز خیلی نرمالیه. خب در این ریت شما میتونید با سرعت کافی اطلاعات رو منتقل کنید از کویتی به مکانیک. از کیوبیت به کویتی هم که خب این آردی نشون داده شده توی فیلم، یعنی یه چیز کانونشنالی هستش. مردم توی کیوبیت یه استیت کوانتومی درست میکنن، منتقلش میکنن به کویتی و مجرش میکنن. خب یعنی از کیوبیت به کویتی، خب این با پالسی هستش که شاید به مایکروسکند هم نرسه. حالا اینجا سوالی که شما هم پرسیدین هستش که اپتومکانیکال کاپلینگ شما تا چقدر میتونه بره بالا، که این گیتتون چقدر سریع میتونه بشه که در حین این انتقال کوانتوم انفورمیشنتون از بین نره. و جواب اینه که این سریعتر هستش از لاس ریت خود مایکرو کویتی و لاس ریت مکانیک، به مراتب سریعتر هستش. یعنی چیزی حدود 10 برابر سریعتر. مثلا شما میتونید با یه فیدلیتی بالایی اینو متحرک کنید. و از قضا به اون پیپری که به خدمتتون عرض کردم اگه مراجعه بکنید، اونجا فکر میکنم ترانسفر فیدلیتی 75% رو نشون دادن از کیوبیت مکانیک. یعنی نشون دادن که با 75% فیدلیتی بنز کافی، با فیدلیتی که بنز کافی به نظرم برای پروتوتایپ ابتدایی بالا هستش، میتونید شما اطلاعات رو منتقل کنید بدون داشتن لاس. شفاف بوده جوابش؟ بله بله بله. اوکی. بعد یه چیز دیگه پرسید در مورد اسکیل اپ کردن سیستم، اینکه چقدر میتونی این سیستم رو اسکیل اپ بکنی.
خب ما الان 20 خورده ای رو نشون دادیم، 24 تا به قول معروف مد رو نشون دادیم. اخیرا اکچولی ما داریم تلاش میکنیم که اینو ببریم به بالای 100 خورده ای مد. خب حالا میدونید توی سوپر کانداکتینگ سیرکت مردم الان در الان رکورد توی آی بی ام 400 خورده کیوبیت هستش که درست کردن اخیرا. طبیعتا اسکیلاب کردن این سیستم به 400 تا 1000 کیوبیت ممکن هست، نیاز داره که یک مقدار فابریکیشن پروسستون رو عوض بکنید تا دیزوردرها توی سیستم رو بیارید پایین. اون چیزی که مهمه اینه که تمام این دیوایس ها باید به اندازه کافی شبیه به هم باشن. خب این تفاوت ذاتی سیستم های سوپر کانداکتینگ بیسد هست با سیستم های اتمی و آیون ها، بخاطر اینکه نچرالی اتم ها، آیون ها، ریدبرگ اتم ها، نمیدونم همه اینا همه شبیه همه، عیناً شبیه همه. ولی شما الان دارید سیستم دیزاین میکنید. ما کاری که کردیم این هستش که این دیزوردر رو از 1% توی این کاری که بهتون نشون دادم اخیرا رسوندیم به 0.01% و داریم اینا کمتر میکنیم. این یه بحثی هستش که برای اسکیل اپ سیستم میتونه در نظر گرفته بشه. بحث دیگه در مورد انجینیرینگ این کاپلینگ ها هسته. هر کاپلینگی که شما تو این شبکه بخواید ایندیوس بکنید بین یه مکانیک و یه مکانیک دیگه نیاز به یه تون مایکروویو دارید. خب بنابراین میتونید به این فکر کنید که اوکی، من اگه شبکه خیلی بزرگی داشته باشم باید کلی تون مایکروویو داشته باشم که این برمیگرده به الکترونیک. یعنی باید الکترونیک خوبی داشته باشید برای اینکه این کار بتونه انجام بشه. یعنی باید arbitrary waveform generator های خیلی خوب داشته باشی که از قضا الان توی فیلد کوانتوم کامپیوتینگ خیلی چیز متداولی هستش. خیلی شرکت ها دارن روش کار میکنن، تعداد چنل هاشون رو دارن میبرن بالا، سرعت پالس هاشون رو دارن میبرن بالا. و خب این یه چیزی هستش که آن آر ساید نیست، وظیفه اوناست که که سیستم های الکترونیکشون رو بهتر و بهتر بکن. و خدمت شما عرض کردش که دیگه یادم رفتش 2 تا سال دیگه هم بودش. چی بودن اون 2 تای دیگه؟ در مورد جفت شدگی با مرکز رنگ ها و اینا بود که حالا آیا میشه پیاده سازی کرد برای آره بسته‌بندهای آره. اپتیکی. از قضا توی فیلد مردم دارن تلاش میکنن، کار میکنن روی این که مکانیک رو حالا در فرم های مختلف، مکانیک هایی که متصلن با این ماکروویو کویتی رو با استفاده از ترانسدیوسر هایی که ابتدا بهتون گفتم، در ابتدای تاک بهتون گفتم، اینا رو متصل کنم به سیستم های اپتیکی. خب گروه های زیاد دارن تو دنیا رو این کار میکنن و اون چیزی که این وسط مهمه ترانسداکشن افیشنسی هستش از مایکروویو به اپتیک. خب شما اگر ترانسداکشن این چیزی متفاوت هستش از کوانتوم امپلیفیکیشن که شما یه لیمیت تئوریک دارید که این نمیتونه بدون نویز باشه. امپلیفیکیشن هیچ وقت نمیتونه بدون نویز باشه، اما ترانسداکشن چرا؟ ترانسداکشن میتونه بدون نویز باشه. خب آیدیالی. خب و روی این کوانتوم ترانسداکشن مردم دارن کار میکنن. من اینجا چند تا 2 تا مثالش رو گذاشتم. هنوز که هنوزه در دنیا افیشنت ترین کوانتوم ترانسدوسر مایکروویو به اپتیک با استفاده از سیستم مکانیکال ایمپلیمنت شده و رکوردش برای نیست هستش. مؤسسه نشنال اینستیتوت آف استاندارد اند تکنولوژی آمریکا توی کلرادو بولدر. اخیرا خب توی کلتک هم تلاش کردن نشون بدن با استفاده از سیستم های پیز الکتریک اینو. و تمام هدف، تمام موتیویشن این کار دقیقا همین هستش که شما از ادوانتیج های سیستم های مختلف همزمان استفاده بکنید. یعنی شما از ادوانتیج کوهرنسی خیلی بالایی که توی سیستم های اپتیکی دارید، توی مثلا کوانتوم داتا دارید یا مثلا نمیدونم توی اتم ها دارید استفاده کنید، همزمان از انجینیرینگ و اسکیل کردن سیستم های سوپر کانداکتینگ سیرکت هم استفاده بکنید. این تمام موتیویشن پشت این بود. حالا من یه چیزی الان خاطرم مهم. اومد. اینجا یه گروهی داریم به اسم یونچو، یه استادی داریم. بعد آره ایونچو، بله دقیقا این حالا کار الان ایونچو هستش اینا. حالا یک بله. چیزی که الان یادم اومد، ایشون چیزه، یعنی مود همون گیگاهرتز رنج اپتومکانیکی رو برمیداره، جفتش میکنه به چیز، به مثلا یه قشنگ نوسانگر مکانیکی، و بعد از اونجا میره، یعنی از طریق خود همون
نوسانگر مکانیکی جفتش میکنه به چیز، به مرکز رنگ ها، چون یه جفت شدگی وجود داره بین اسپین الکترون توی کالر سنتر به نوسان های مکانیکی، و بعد از مرکز رنگ حالا اون اسپین الکترون رو جفت میکنه به یک فوتون دقیقا. و از اونجا میره به اپتیک. دقیقا. الان این شما خاطر اومد. میتونید استیج های زیادی، من که اکچولی برید نگاه بکنید، آقای به نام هونگ تنگ، استاد دانشگاه ییل هست اگه اشتباه نکنم، یا پرینستون، هونگ تنگ، این خیلی ریویو جالبی نوشته در این که اصلا شما کلا کاپلینگ بین سیستم های مایکروویو و اپتیکی در چند استیج میتونه انجام بشه. خب بعضی ها یک استیج هستن، بعضی ها دو پله سه پله. مثلا این چیزی که داری شما میگید خیلی چیز جالبه که اوکی من یه اچ بار رزونیتور دارم، من کنم ایونت شو دارم و این منتقل میکنه اینو به یه ماکرو کاویتی یا کالر سنسر. شما همین میتونید استیج های زیاده بذارید. مسئله که اصلا اینه که باید همیشه مطمئن باشید که این ترانسداکشن افیشنسی بین هر کدوم از استیج ها به اندازه کافی بالا باشه که در نهایت ترانسداکشن افیشنسی شما به حدی باشه که بتونید هنوز کوانتوم کوهرنت رو ببینید توی دیوایستون. نکته اصلی این. ولی آره گروهای زیاد دارن کار میکنن دقیقاً. بسیار عالی. عزیزان دیگه شما سوالی ندارید؟ اگر که سوالی نیست من اینجا دیگه جلسه رو تموم کنم و خب ظاهرا که نیست. من عالی.